بابای حاجی، پیغمبرهایی که در قرآن نامهایشان آمده است کدامهایند و کدامش بعد کدامش آمده است میگفتید. یعنی در قرآن برادرای عزیز بگیم 25 نام پیغمبر آمده است، اگرچنده که الله مهربان میگد عدد پیغمبرهای ما را بجز الله هیچ کس نمیداند. زیرا خداوند در قرآن گفت که بعضی از پیغمبرها را به تو حکایه کردم و بعضیشان نکردم. از این لحاظ ما عدد پیغمبرها را نمیدانیم که چی مقدارن، ولی 25 پیامبر نامش در قرآن هست. من به ترتیب دادر عزیز میخوانم، گوش کنید. حضرت آدم علیه السلام، حضرت ادریس علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت هود علیه السلام، حضرت صالح علیه السلام، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت شعیب، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی علیه السلام علیهم السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. یعنی این 25 پیامبر که من خواندم با همین ترتیب و با همین نامها در قرآن برادران عزیز و گرامی اینها یاد شده. این سوال برادری که از ما کردن که مقصد پیغمبرهایی که نامهاشون در قرآن با ترتیبش هم گویفتن. بابا جان، ما در مهاجرت در یک کارخانه قریب 3000 آدم کار میکنیم. رئیس کارخانه نمیمونه نماز خوانیم. اگر نمازخوانی را بینه 5000 روبل جریمه میکنه. ولی ما اول ذکر خدا بعد کار میگوییم، به نوبت به جایی میخوانیم، پنهانی میخوانیم. ده گاه و وقت فرضها را میخوانیم، سنت را نه. آیا ما گناهگار میشویم؟ اولا برادرای عزیز، مقصد شما حرکت کنین که در جایهای کار کنین که مانع نماز تا نباشن. آیا میدونین که همون مردم روس خیلی که من در پیشتر گفتم که نمازخوانها و ریشدارها و حاجیایی که خیلی و خیلی بگیم همین نام دارن، لیکن کردار یارا میبینی میگوی که از ایده یک آدم نامسلمان خوبه. مردم ما این گپا میگد که آخی که همون نمازخوان هم دیدیم، حاجیش هم دیدیم، هم ریشدارش هم دیدیم. ای دسته همین کردارها و عملهای زیشت مونه، همون مردم هم دیگر نماز ما را باور نمیکنن. برای بسیاری همون سفرهایی که من داشتم، همین مسلمان ها به دست همون ها تاجیکی خودش پدستوید میکنن. آیا اونها چی میگن بعد؟ برای اونها فرقش چی؟ برای اونها این قدر میاد که میگد حیف بر همین خیل ملت، حیف بر همین خیل نفری که دعوای مسلمانی میکنن. باور کنیم برادرای عزیز، اولها من میشنیدم میگه همون خوجینامون وقتی ما نماز میخوندیم همین خیل وقت چون میگه خوش میشید که میگفتن این نماز که میخونه این دروغ نمیگه. کلیدهای میگه حتی صفاشون باور کنده دست من دادن.
نه که وقتی که نمازخوان صفاوی کرده پول دزدید گرفته تاجیکستان آمد، اون مردکا بین یادیگر شیشتن گفتن روی یا سیاه نماز یا را باور نکنی، ساله یا را باور نکنی، ریش یا را باور نکنی که اینها را درونشان دیگره بیرونشان دیگره. برادرای عزیز، این گپ ها را من به خاطر همچون برادر شمایم و گپی مرا انشاءالله هر کدام تو تصدیق میکنی که درست میگویی. زیرا اون مردم مانع نماز هیچ کنه میشیدن. انا که حاضر که دیدنتون که نمازتون دیگر ای خودتون دیگرین، بعد مقصد چیکارتون کردن؟ گفتن از همون نماز خواندن ده اون نماز نخونه بهتره. یعنی نماز اینها مقصد اینها را اصلاح نکنه آخی. برای همین گفته است یعنی نخوانن کار بکنن او بهتره. ولی برادر عزیز، نماز که بسیار یکی از رکنهای اساسی دین مانه، شما اولا جایها را انتخاب کنید که شرط شما می باشد که مانع نماز تا نشوند. لیکن اگر ضرور ماندین و تا جایی مثال کار دیگر یافتن، اگر در همین خیلی کارخانه کار کردین امکانی همون فرض خواندنش باشد و سنت چه نتونین همون فرضش خوانین، با تا زمانی که یک امکانیتی اگر سنت خوانی یافتی سنت حتما بخوان، هیچ وقت ترک سنت نکن. لیکن اگر همون امکانیت یافتی که همون فرضش میخوانی همونش هم بخوان و همیشه کوشش کنین همون نمازخوان ها همون یک آدم های پیشش برین خواهش کنین، مثال یگان زاره کنین، از او التماس کنین که خلاص ما همین نماز که خوانیم همونجا چند مینوت میرود، مثلا 10 مینوت میرود، اگر ما جماعت بخونیم از حساب کارمان 10 مینوت دیگه بگذار. یعنی اگر کار تا ساعت 6 باشد ما تا 6:15 را کار میکنیم. حق نماز ها هم مینوتاش در کار زم که گفته قطعا مصلحت کنین نمازاتون را بخونین برادر عزیز. لیکن بدانین که سبب های نماندن همیا خود شما هستین. در وقتی غسل پیشاب کنی باز از اول طهارت میکنی یا نه؟ اگر در حالتی که همه آدم آوازی کیسته، همه حالت اگر پیشابت آمد و پیشاب کردی و همه آوازی رفتن که گرفت دیگه ایسر اینا طهارت ضرورت نداره. مادامی که تو آوازی داری یعنی همه پیشابت که رفت معنای دیگه طهارت کردن. یعنی که وقتی که غسل بود کردی، یعنی بگیم که آوازی را بود کردی و بعد پیشاب کردی، البته بود طهارت میشکنه، با سر نو باید که تو طهارت کنی. لیکن در دوام آوازی باشه شما ببینین که بعد همون پیشاب اگر همه عضوها تا بار دیگر با بوشوی یعنی غسلت بجا تو صاحب طهارتی. در وقتی روزه‌داری با تلفن با دخترهای ناشناس گپ زنی روزت میشکند؟ بله، روزت میشکند به معنای که وقتی که در پیامبر ما گفت لیس الصیام من الاکل و شرب انما الصیام من اللغو و الرفث. پیامبر ببینید میگه روزه این نیست که نخوردی ننوشیدی تو روزه داری، بلکه از هر کار نادرست خودداری کردی این است روزه گفتن. برای همین تو روزی دراز تشنه و گرسنه او، لیکن ای ثواب روزه دار چیزی به تو نمیرسد، یا او فضل را که روزه دار در روز قیامت داره تو از اوش محرومی. این روزه برای 1 ماه ما را تربیه کردن، این برای اونا آمده است که من روزی دراز روزه دارم و همیشه کارم بد به حرام با روزه را که کشادم با مثال بدبختی ها کردم بگیرم، او روزه نیست برادر عزیز. در وقت حیض قرآن را با دست پوشک قپیده خوانی گناه است؟ بله گناه، گپ در سر قپیدنش نمی رود. در حالت حیض، در حالت جنابت، در حالت بی‌طهارتی ما دستکشک قطعا قرآن قپیده نمیتونیم. او یکی مثال میگه در غلاف باشد، مقصد او در یک صندوقی هست
او صندوق دسته داره، ما ای دسته قپیده میتونیم. مقصد او را با دستکشک تا قپیده نمیتونیم. ولی در حالت حیض قرآن خواندن معنی. ولی شما میتونید که ذکرها را کنید. مثال لا اله الا الله بگین، لا حول ولا قوت الا بالله بگین، استغفر الله بگین. در حالت حیض مثال بگیم با مردکت اگر همخوابه هم کشیدی، مثال کناره گرفتن، بوسه کردن، اینهاش مثال اجازت های. فقط همخوابگیش اجازت نیست. برای مردک نان پختن، چای کردن، در یک سری دسترخوان نشستن، همه اینا اجازت هست. فقط برای آدمی در حالت حیض بودگی، یعنی قرآن نمیخونه، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، با شوهرش همخوابگی نمیکنه. یکی وقتی اگر ماه رمضان باشد، همون چند روزی که مدتش بود، بعد رمضان گذشتن همون روزها را قضا میگیری. لیکن نمازهایی که فوتیده اونها را دیگر قضا نمیکنی. اونهاش الله از این زنها میبخشه. خب ما یک گروه زنها گفته است در مهاجرت در خانه پیرانسالان کار میکنیم. در آنجا مردها هم هست. ما آنها را میشوییم، میخورانیم، از مجبوری کار میکنیم. آیا این کار ما گناه هست؟ اگه هر چیزی که خواهرها و مادرها از روی مجبوری کشید و گناه نمیشه. الله مهربان در قرآن میگه فمن استر غیر باغین ولا عادین فلا اسم علیه. هرگاه شما در حالتهای اضطراری آمدین، در حالتهای بسیار مجبوری آمدین، برای شما دیگر حرام ها هم مباح می شود. برای همین در این خیل حالت ها مادرای عزیز، یعنی برای شما گناهی نیست زمانی که شما میگین ما مجبور هستیم. خلاص در اینجا سوالا انشاءالله یک ممکن یگان ساعتی دیگر دوام کند. من در اینجا سوال و جواب قطع میکنم برادر عزیز و از الله مهربان در حق همه شما دعا گویم که خداوند شما را باز هم میل و محبتاتون به دین خدا زیاد کنه و الله مهربان هر جا باشین در پناه رحمتش نگهبانتان باشد. شما را خداوند بی درد و بی غم کند. خدای مهربان برادرای مسافری ما را کاراتون در برار و برکت دید و الله مهربان با صحت و سلامت به خاندانتان رسانه. خدای مهربان در این ملک ما همیشه خوبی ها و نیکی ها را زیاد گردانه. گذشتگان همه ما و شما را الله مهربان رحمت و مغفرت کند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین.